شما انصاف داره. شما چقدر هنرمندی نه؟ با دوام میکنی که ما هنرمندی. او ایجاد جدی طلب میکنه. همین سناریوی ما جدی طلب میکنه. جدی همینجا در نوبتی بچه کشید. اول پسر میگرده میگه عزیزم تو همه رو آمیخته کردی، همش خوب میشود. تو نوبتی دختر کشید میگه نه من این چیز رو آمیخته نکردم، از تو باشی مرا محزون کردی. تمام این همه گپ، فقط جدی لوات خندیدگی. رفته الو یک آواز هست یک دو آواز باز اینه یک دقیقه یه بار همین جمله هاشون میخونم چون یک زبان زده کنن تمام سر میکنیم کورا. نوبتی پسر رفتیم عزیزم فقط جدی عزیزم تو همه رو آمیخته کردی، همش خوب میشود. انا نوبتی دختر او تو باشی نه من این چیز رو آمیخته نکردم، تو باشی مرا محزون کردی. تمام اینه میخواه گپ. عزیزم تو همه رو آمیخته کردی، همش خوب میشود. نه من هیچ چیز رو آمیخته نکردم، همش مسئول. اینه کلمه تاجیکی رو تکرار کردن نمیتونه. زبان زده که من شاید درست شما رو میگم بخونین، همون سناریو رو بخونین یا زبان زده کنین. شاو جو مهمونی رفتم. شاو مهمونی رفتم. من شما رو دو روز پیش گیزن زدم که سیونکا بنوارگیری فیلم رفتیم. نوبتی بچه عزیزم تو همه رو آمیخته کردی، همش خوب میشود. نه من هیچ چیز رو آمیخته نکردم، همش. اینه چخه شما کلمه های تاجیکی رو گپ زدن نمیتونی نه؟ چخه شما هنرمند با دوام میکنی که با هنرمندیم. کلمه های تاجیکی ساده عادی رو گفتن نمیتونی شما. آخه رفیق رژیسور آخه همین کلمه ها چی لازم؟ چی لازم؟ کلمه های تاجیکی چی لازم؟ همین محزون، همین آمیخته کردن، همین رو دیگه خیلی میشه بگویم که زیغ شدم یا اینکه اردرش کردن. آخه اینا هیچ که نمیفهمه. آخه چی خیلی هیچ که نمیفهمه؟ کلمه تاجیکی همین؟ ما پروفسیونال ما چند سالشی در کینو بازی داریم که نمیفهمه و مردم ای کجا میفهمه؟ مردمی عادی ای کجا میفهمه؟ دادر مردم همه چی را میدونه میفهمه. همین شما بیسوادا هیچی را نمیدونه و نمیفهمه. سلام پر از مهر و محبت نثار شما دوستان عزیز مخلصان گرامی قدر بالا. امروز ما در باغ فرهنگی فراغتی استاد ابوالقاسم فردوسی قرار داریم و امروز ما میخواهیم که با انا همین سیر و گشت کنندگان همین باغ یک صحبتی آزاد نماییم. این طرف گردون انا وای هنرمند است، هنرمند انا وای هنرمند گردون میره پیش میره. السلام علیکم. این کامera تیاری اوکا سلام علیکم. هنرمند جوان تئاتر سنگالی کلوفاویچ. سلامت باشید. تشکر. امروز ما میخواهیم که با شما یک صحبت آزاد نماییم اگر اجازه باشه. البته مرحمت ما هنرمندا تیاریم همه وقت. تشکر زنده باشید. سلامت باشید. ما میخوایم یک سوال با شما دهیم پاسخ همون سوال رو از شما گیریم. مرحمت ما تیار، ما آماده برای سوال جواب دادن. ما شما رو میدونیم همچون یک جوان هنرمند در تئاتر همیشه فعال هستید. سلامت باشید دادم. شما برای چی ما فقط همین تئاتر برنامه‌های شما رو تماشا میکنیم که شما بسیارترگی رولی کورا یعنی نابینا را در تئاتر بازی میکنید. آیا همین بر شما معقول است یا که انا همان مخلصان این را طلب میکنند؟ در حقیقت درست خیلی کردید برادر عزیز. البته که من بیشتر رول نابینا رو بازی میکنم در صحنه تئاتر. چرا؟ راستی که با من یگم مخلصم نگفته است که این رول رو بازی کن. راستی که بگم به خودم هم پسند نیست همین رول نابینا. برای چی خیلی شما بازی میکنید؟ راستی که هر وقتی که من به صحنه وارد میشوم نمیخوام که تالار خالی رو ببینم.